همگران عزیز. اوضاع جامعه جهانی بسیار بسیار مرکب. هوشیار بودن کار. احتیاط کنیم. وحدت ملی، صلح و ثبات کامل. ما در چهاربینی ها قانون درباره تنظیم رسم و آیین رعایت کنیم و مردم آگاه کنیم که ذخیره 2 ساله مواد غذایی حتما داشته باشیم. همان چیزایی که نگاه داشته میتوانیم. پدر و مادران آدمان کلانسالا میدانند. من در راشقاله دیدم یک بانو یک نایه را هنرمند کرده ایستاده است. ولی از خانه‌اش سر کرده. دخترای خودش و فرزندای خودش. ما اینه برای مانیم. به یاد بیاریم کووید 19 همه دولت ها خود را ایزولیاسیون کردن، محکم کردن. خرید و فروش از بین رفت. داد و گرفت نکردن. ماش داریم، زمین های تکراری در مکدان کارید، مکم نان است. کارتوشka نانی دویم. یعنی زیاده روی نکنیم، دائما فرزنده را در همین روحیه تیار کنیم. 1 سال ما 35 ساله گیره. در تمام شهر نایا نماینده حکومت نیست، کمیسیا را از نو جانا کنیم. هر یک اویله درآیین. خانه و درش بینید. چند کس زندگی میکنن، در چه کار میکنن. جماعت ها اینجا بیوسته برای خود گیرین. دیگر که خانه و دری اگر یتیم داشته باشد، سرفرزند باشد، کم بیزاعت باشد، برای خود بگیرین. حساب میکنین چند تا یتیم است، چند نفر معیوب است، چند تا عائله کم بیزاعت است، چند عائله هست که سرابان ندارد. تقسیم میکنین به نوبت. همش 1 سال نمیشه. خانه و درش کدامش که چی روزگارش نمیرسد یا خانه و درش اساس کرده باشه، جمع کردین، کمیسیون مبلغ بردین، خانه و درش درست کردین، گذراندینش. سال دیگر نوبت دیگرش، سال دیگر نوبت. صاحب کارا هستن برای خودتون کنین، برای مردم کنین، برای چی نکنیم. یعنی هر یک عائله از تازگی، آزادگی به ترتیب در آوردن خانه در کاشانه خودش، نزد حولگیش، دیوالش، کوچهش، محلش صرف کنید. 1 سال می شود. نتونستین از سال دیگر میکنن. نتونست اگر خانهش از نو کردنی باشد، مردم لایه ها کنین تین، بنابرای در 2 سال 3 سال خانه دری نسازند. برای خودشان، برای زندگی خودشان، راحت جانشان، برای فرزندانشان. برای چی ما ظاهر پرستی میکنیم بسیار؟ برای چی؟ کی میره دار میشود؟ انا این کارا مردمی ما را معیوب کردگی است. خرافات نکنید. همش بی‌معنی است، بیهوده است. سواد کافی ندارن. نه سواد دینی دارن بیشترش، نه سواد دنیوی. برای همین در یک جایگی نقشه کنیتون در 2 سال 3 سال در هر یک دهه کودکا بیرون از مؤسسه تا مکتبی نمونند. مؤسسه های تعلیمی را خبر گیرین. گاو و گوساله مانا بزرگ گوسفند را حساب میکنیم. 10 تا برای همین سال گرفتیم، خرسند میشیم. 10 گوسفند جز. بله، عائله را بسیار از لحاظ اقتصادی دستگیری میکنند. نه که یک بار فرزندم پرسیدن نکن. سر لباسش، شکمش، مکتب رفتن در کار، تعلیمش، تربیهش. از ما کی میراث میمونه؟ فرزند. چگونه فرزند؟ بعدی سری ما در خد کوچه مون چی؟ در نایه فیض‌آباد نمایش کرده، کارخانه را دیدم. اومدم اساتو، بعدم خیلی چتر کشته، گفتن جناب بیالی همینجا داره. بعد در آمدم معیوبا 3 تا 2 دختری یابسم. همین قدر زیبا هستن، دیگه در کلیس کشتم. بعد پرسیدم کلان با بلاغت رسیدگی شما چی شدید؟ چی گپ است؟ پدر دارن، مادر دارن؟ گفتن که جناب بیاری پدرشون برفتگی است، پرتافتگی اینا را، مادرش هست فیرودش کرد. من گفتم خاله جان گپ زنید فرزندای شما؟ گفتن من برای چی این 3 نفر این شدم؟ گریه کردن. وقتی گفتیم که
ما خانندگی خیش تباری نزدیکه خویشاوندی کردن در کار نیست. نزدیک که خون نزدیک می شود. خون نزدیک شد. بله ممکن سالیم برامد این شکلا آدم برین لیکن از وی عالم و دانشمند و وی متخصصی وی نمی برای. گفت که مادرم گفت پدرم کلان شدم گفت مکتب تمام کردم. گفتن ما تو را گاهواره بخش کردگیم فلانچه را میتیم تر به شوهر. همین قدر داد و فیغان کردم اوشم نکردم. گفتم خودکشی کردم پدر و مادرم آبروشم میریزانم. پسری امکی ما دادم سه همین معیوب مرا پرتافته گفت من این مخلوقات قد چارت میکنم ترد سر داد بر رفت 16 سالای در روسیه است. تمام من ماندم اینم سه تا اینوالید. پدر و مادرم مردن رفتن من یک عمر در عذاب. من هر روز میسودم هر وقتی میبینم انا میره فراموش نکنین ای گوهر بخش ای همه چیزای کنه خرافات و مدگی است. کی میدونه چی میشه کلان شود کودک. بعد خون دورتر که باشد نسل فرزند سالی میشود مریض نمیشود معیوب نمیشود با عقل میشود دانشمند میشود. اگر با دورتر باشد با همون قدر. مرحمت. بر پنجکنتی بوستون ای پیشوا خوش آمدید. با قلب صاف و بخزان ای پیشوا خوش آمدید. شمع و چراغ ما شما صد برگ باغ ما شما با دست عمر زرفشان ای پیشوا خوش آمدید. در رویتان باشد عیان فر و فتوح آریان بر ملک سخت باستان ای پیشوا خوش آمدید. سلامت باشید. سلامت باشید. سلام و درود سرشار از مهر و محبت و صمیمیت به اندازه نثارتان باد پیشوای معظم ملت. من نور محمدزاده رخشانه دانشجوی دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان غالب جای اول در دور جمهوریوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و غالب چندین آزمون‌های دیگر از قبیل علم فروغ معرفت، معرفت حقوقی، آیین خودشناسی، کتابخوان بهترین ولایت صبح، داننده بهترین کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов، کلک سبز و آزمون بین المللی ناسا سپیس اپ و همچنین داننده 3 زبان خارجی زبان روسی، انگلیسی و چینی می باشد. محترم پیشوای معظم ملت، شما احیاگر و تمدنساز تاریخ ملت هستید. تجلیل 5500 سالگی سرزم باستانی، احیای یادگاری پنجکنت قدیم و تحفه نمودن کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов به هر یک عائله تاجیک ما جوانان را وادار می سازد که باز هم بیشتر حالا با شاهنامه را میگیرید تا 35 سالگی. دو جلد است. دو جلد بگیرید. تشکر زیاد. باز هم بیشتر به تاریخ و فرهنگ ملت خود روی آوریم. از برنمودن آثار ابرمردان تاریخ ملت باعث آن گردید که ما جوانان نه تنها با آنها افتخار نماییم بلکه شمع دانشی که آنها فروزان گردانیده بودند پاینده داریم. محترم جناب عالی، اعلان نمودن 20 ساله رشد فنهای دقیق، ریاضی و طبیعت شناسی
боз як ташаббуси дурандешонаи шумо баҳри мо ҷавонон маҳсуб меёбад. зеро омӯзиши ин фанҳо калидест барои кушодани роҳ ба сӯи илму техника, равобити байналмилалӣ ва муаррифии миллат дар арсаи ҷаҳонӣ. ман аз номи тамоми ҷавонони саодатманди вилояти Суғд миннатдории самимонаи худро ба шумо пешвои муаззами миллат изҳор намуда ваъда медиҳем ки баҳри боз ҳам гулгулшукуфоӣ ин меҳани баҷон баробарамон тоҷикистони соҳибистиқлол саҳмгузор бошем. кӯҳи ватанам бӯйи гули тар дорад. ҳар санги ватан нумӯи модар дорад. шукрона кунем ки тоҷикистони азиз монанди шумо раҳбару сарвар дорад. Саломат бошед, саломат бошед. Як ҷон ташаккур духтари азиз. Донишҷӯи курси чандум ҳастӣ? айни замон дар курси дуюми донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон дар факултати таърих ва муносибатҳои байналмилалӣ ба тариқи ройгон танҳо бо баҳои аъло таҳсилро бо муваффақият идома дода истодам. Аҳсан. Баъдан чӣ мақсад дорӣ? дар оянда мехоҳам ки ҳамчун бонуи тоҷик, ҳамчун сафири Тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид ва умуман дар арсаи ҷаҳонӣ бошам. саломат бошед. аҳсан. Ассалому алайкум, muhtaram janobi oli. Ва алайкум ассалом. Man Сайфиддин Рустамов افتخار از آن میکنم که سالهای 1969 سال 1971 من همراه شما در آموزشگاه کسبی تکنیکی رقم 40 شهر کلین آباد در گروه ده که با اختصاص چیلانگر اسباب برقی سنجش اتوماتیکی آموزشگاه همون آموزگاه با همراه هم خط کرده بودیم. من امروز از تقدیر سرفراز هستم که بعد از گذشت 56 سال در دیدار صحبت شما محترم جناب عالی مشرف گردیدم. محترم جناب عالی، ما همسبقان از دوران تحصیل احساس میکردیم که با شما خداوند مهر و محبت، صداقت و صمیمیت، پاکیزگی و راستقبلی، سخاوت و جوانمردی و بهترین خصلت‌های نیک انسانی را عطا نموده بود. مهر شما از همان دوره تحصیل در قلب ما همسبقان جایگیر شده بود. با همین فضیلت‌های نیک و تشبث و کتاب‌های بزرگ شما امروز نه تنها عزیز و معتبر مردم تاجیکستان بلکه پیشوای و راهنمای تمام تاجیکستان گردیدید. ما همیشه از کوشش و تلاش‌های سازنده و آبادکارانه جانسپاری و فداکاری‌های شما در سمت احیا و پیشرفت تاجیکستان عزیزمان افتخارمند باشیم. саломат бошед. як ҷон ташаккур. همین وطن سرجم کردید. روزهای بعد دیده بودیم سال 92 تا 93 94. بوی جوی مولیان دارد وطن، بوی مهر و بوی نان دارد وطن، با فروغ پیشوا بالندگی زاستان تا آسمان دارد وطن. رودکی را بار دیگر زنده کرد، بو علی را بار دیگر زنده کرد، از زبان سروری ما فیض ریخت، شأن میهن را زینو پاینده کرد. ای خوشا از پنجکنتی باستان، از زمین شعر و از ملک سرود، 100 زرافشان بر شما اخلاصی ما، 100 زرافشان بر شما حمد و درود. هر کجای پیشوا منپانی حد از خودمش سبز شد، گل ریز شد. هر وجب خاکی وطن احیا گرفت، خاکی میهن خاکی نصرت خیز شد. تاجیکستان سرزمین امنیت، میهن فرهنگ و علم و ننگ و آر، سروری ما سروری صلح جهان. ملت ما با تو ماند پایدار، زنده باش ای پیشوای نیکبین. بحر امن و صلح در روی جهان، چون فری سینام مشو کم هیچگاه، مثل شیر رودکی پاینده ما با شما فخر بکنیم. پنجکند جهان شما دوست می‌دارد، تاجیکستان نه.
روی زمین شما دوست می‌دارد. سلامت باشید. وقتی که در سازمان ملل برآمد میکنید آدم‌ها جانشان نثار میکنن که انا یک آدمی خوش‌روترین برآمدی کی باشد. بعد میگه آخه امام علی رحمانی بزرگ تاجیکا فخر کند که شما دارد. تاجیکا جانش فدا کند به شما. جان ما در شما فدا میکنیم. شاگرد ترکو خدمت‌های سالهای طولانی کردی. ما بکن هم جوان هستی قوت دارین. وقت تیز میگذرد. مکتب خود داشته باشید. ما ملتی فرهنگی هستیم. ما ملتی تمدن آفر هستیم، تمدن ساز هستیم. میشناسن. امروز احترام میکنن، اعتراف میکنن. در کل دنیا 15 تا پیشنهاد تاجیکستان از منبرهای سازمان‌های نفوذ بین‌المللی آن قبول گردید عملی شده ایستاده است. همچون تشبث تاجیکستان ما استقلالیت به چیزها به دست آوردیم. اینا همچون گهورکی چشم احیا کرده مونده کار، حفظ کرده مونده کار است. در یک جایگی یک نفری در کار بود که خودش قربان میکرد و ملت رو سرجم. یک جهان تشکر. به شما سلامتی، خانه آباد، تمام خوشی های زندگی. خدای تعالی هر آرزو امیدی نکه که در دل و نیت و قلبتان هست همه را نصیبتان گرداند. سلامت.